آیا شما هم از جوشوندن آب هر وقت که میخواید ماکارونی درست کنید خسته شدین؟ فقط کافیه یک بار مقداری از اون رو جوشونده و در فریزر نگه دارید تا بعداً استفاده کنید. این ویدیو رو بفرست برای اون دوستت که به درست کردن ماکارونی علاقه داره تا اونم بدونه و دیگه اشتباه نکنه. یعنی سلطان نابغه ها فقط خودت. انیشتن تنش تو گور به خاطر این مدل حساب کردن تو لرزید. دیروز هم دیدم تو دایرکت بهم پیام داده، توشم نوشته بود تو رو خدا هر جا این رو دیدی بهش بگو بیاد استاد من بشه. آخه ما از بچگی از دبستان همه اینو خوندیم که حالت گاز به جامد میشه انجماد. آب جوشو گذاشته تو فریزر، بعد میگه که برای دفعه بعد برای ماکارونیتون استفاده کنی. خب آب جوش وقتی میذاری تو فریزر یخ میزنه دیگه اون آب جوش نیست که. یعنی واقعا سلطان نابغه ها. آفرین اصلا میخوام بیام پیش درس یاد بگیرم. آفرین.